سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من نیما هستم از چند نیماکسگر کال اف دیوتی. خوش اومدیم این ویدیو. بچه ها امروز یه ویدیو خیلی خفن دارم براتون. بچه توی پرتغال من اتچمنت اچس که حالا تامنیلش اینجا اومد رو امتحان کردم و اینکه حالا فعلا بازدید خاصی نخورد، ولی گفتم آقا بیام اتچمنت 117 که امروز البته با یکی از رفیقام اون اتچمنت رو بهم داده، میخوام بچه ببرم اتچمنت رو بهتون نشون بدم. ببین همون با اچس رقابت میکنه و اینکه بچه یه حولی بدید، یه کمکی کنید تا خانوادمون بشه 20 تایی و بریم واسه یکایی و یه کمک خیلی بزرگی هم که میتونید بکنید، یه کامنت انگلیسی بذارید که ساباتون نریزه و لایکاتون و برو بریم سراغ این ویدیو. جذاب لایک کامنت سابقه میادتون نره، برو بریم لیتس گو. بچه چطورید آقا؟ اومدیم یه تستی بزنیم. ببخشید اگه دست من اومدیم نگاه کنید بچه. اتچمنت خب الان صدای من خیلی بهتر شد. بچه نگاه کنید، اتچمنت همه چیش تکمیل، اصلا لامصب اتچمنت خیلی خوبه. رنج دورن، رنج نزدیک، هیپ فایر، فاست اسکوپ، هر جوری بزنید این گان به شما چیز ترتمیز. حالا کسایی که رنج دور تو آلکاتراز و اینا میزنن و رنج دور هم یه ذره بزنیم براتون. نکن رنج دور هم میزنه ها. نگاه من حالا تازه که یه ذره ایمم افت کرده، آنه خود رنج دور هم میزنه. فقط باید کسی که ایمش خیلی قویه بتونه بزنه. منم ایمم خوبه ها، بد نیست. من بیشتر چون خیلی رو اچس کار میکنم، یعنی مثلا خیلی اچس پلیرم، اصلا به 117 DLQ اسنایپ اصلا این بینا توجه نمیکنم. فقط یه بیوای بدید به من رو زمین، یه دونم اچس گان بدم، همین دیگه کار براتون در میارم. ببینید بچه ها اصلا تو 10 ثانیه 20 تا کیل میگیرید. اصلا خیلی لامصب اتچمنتش خوبه، ایم قوی، این به ایمتون هم خیلی کمک. نگاه هیپ فایر رو نگاه، رنج دورم میزنه. نگاه هیپ فایر رنج دورم میزنه. پس گان خیلی خوبیه، حتما ضرر نمی کنید که حتما یه بار بچینید، شاید خوب بود و خوشتون آمد. از 1 دقیقه و 50 ثانیه است و یه صحبتی که باهاتون داشتم خواستم بهتون بگم. بچه لطفا یه ذره منو حمایت کنید، خدا وکیلی منو یه ذره حمایت کنید. من خیلی وقت دارم فعالیت میکنم، مثلا سابی نمیگیرم. خدا وکیلی یه حمایت بندازید به من، یه ساب بندازید، یه کامنت انگلیسی بندازید پای ویدیو. اگه اتچمنت های بیشتری هم خواستید هر اتچمنت بگید، من میرم اتچمنتش در میرم، حالا از گوگل، حالا از خودم، حتما براتون میارم و میگم. و آره دیگه اینم بود از اتچمنت. مثلا میخوای دراپ شات هم بزنی، نگاه دراپ شات که بخوای بزنی، نگاه اصلا دراپ شاتش هلو لامصب، دراپ شاتش خیلی خوب. و مرسی که تا اینجا ویدیو رو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابم یادتون نره. امیدوارم که هر جا هستید سالم و سلامت باشید و اینکه بچه‌ها یه هولی بدید خانواده‌مون یه ذره بالاتر بره که من یه ذره انرژی بگیرم و دوباره فعالیتمو مثل قبل شروع کنم. و مرسی تا اینجا ویدیو رو با من همراه بودید. فعلا تا یه ویدیو دیگه، بدرود.